ما پیوند میشویم، هم قسمت شادی شما هستیم و معرفی میکنم فیض‌زاده اسماعیل، نماینده فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل تاجیکستان. با استاد با همکاری‌های زیاد داشتیم و استاد برای اهل زحمت تاجیکستان سهمگذار هستند برای تبابت و پیشرفت کاری اعضایان و اینچنین نهاد مذکور و با همین خاطر با نظر داشت سهم ارزنده در رشد طبیبی، در رشد طب خلقی و همچنین طبیب حاذق، کمیته اجرایی شورای گنرالی فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل تاجیکستان برای فعالیت پرثمر و صافدلانه سهم مناسب و ارزنده در رشد ساحه طب، ترغیب و تشویق حرکت اتفاقهای کسبه و با مناسبت 70مین سالگرد عمرشان مولا ظهور طاهری را با افتخارنامه اتفاقهای کسبی تاجیکستان تبریک میکنند که شاد باشتان باد، عمر دراز و زندگی با برآرازمندی. سلامت باشید.